ай ҳамин ҳаворе ки кардем ай худод як шикояти вазнин шид. ҳамун қариби граниса ҳамаям пассажиро 99% ки медонем ки қариби граниса чӣ гапая. Занг зад гуфт ки мара депорт кард. ҳамин камуди моро гап зана ки та аканам хеле. бале. Ба номи Худованди бахшанда ва меҳрубон бародарон ва апаву хоҳарон. Алҳамдулиллоҳ шумо ин нафара шинохтем. Аббоси Панҷӣ. Бале. беҳтарин барнома карда будем як чанд вақт пеш дар масъалаи сарҳад, чӣ гуна рафтан дар кор, чӣ гуна гузаштан дар кор, чӣ гуна омода шудан дар кор қати бародар мукадда будем. Пешайнаворо тамошо кардан аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам барои дастгирӣ кардантон ташаккури зиёд. Боз ҳам дастгирӣ кунен. Дар зери комментария боз ҳам намефаҳмедиги читона бифаҳмонен. ин барнома ҳам ҳамун барномае мешавад ки дар зери комментария ӯ наворда чизе буд ҳамура гуфтушунид мекунем. ягон камбутиҳое ки дар ӯ барнома нагуфта будем дар инҷа гуфта мешавад. ба ҳамин хотир хушомадӣ Аббосҷон. салом алейкум иншоалло. салом алейкум бародари азиз. خونیم که ما کسا سربلنده قطعی از ان شاء الله صحبت میکنیم. انا که بگو که عباس که از اون برنامه کردگیمون چند نفر بودین و چه خشید که یک کمک گپ زدین؟ ازت بعد اون برنامه والا عالم زیاده یگون 150 تا 200 نفر آدم در همین شرکت ما مراجعت کرد. بردیم آوردیم شوخه الحمدلله گفتم که ماشین خودمون هستن 3-4 تا. ماشین برادرها هستن مثلا 3-4 تا. همین خیر استرس رفتیم اومدیم. پاتری هم شید از رد. به پاتری نمیشه یگون کار. بیشتر پاتری خیر بازم گفتم میگذاریم از همین تلفن. بله دیگه حضرت تلفن گپ نمیزنیم. تلفن همین بگو کی چیکار کردن. برادر عزیز تلفن دیگه التماس در همین برای تلفن زنگ نزنی کی خیر شما خودتون همتون میدونید که تلفن زمین 95% هممون در همین گوشه کن. همین تلفن بار نداری یه هفته پیش بخر ناو که بزا برا بیو تمام. بعد بیو تلفن کار کم گیبو. بله با چی بود شکایتای بود که مثلا اورا حوزی گفته شوا که با برادرها همین برنامه ما میدونی مقصدش چیه؟ مقصدش توصیه دادن یعنی رکلام کردن نیست. من اون دفعه هم گفته بودم با هم میگم مقصدش اینه همین برنامه را که شما آماده شوید. یگان کمبودی هایی که نمیدونین همون چیزا همین برنامه بگیرین. یگان فایده برای برادرای ما برسه. برای خودشون بله. چگونه شده بود که با یگان کمبودی دیگه تلفن گپ زدیم حضرت مسئله بدکنید. اگه پچکش خطی و بهوجت نمیخواد پچکش خطی خوب بود و خوبه همین تا 200 نفر آدم ما بردیم اگر ماکسیمال یگان 30-40 تاش تکمیل داشته باشه همگاش به تکمیل بود. انا مقصد گفتنیست مازر جون که بسیار تا با امروز چه سوال جواب میشه خیلی پیچت شو بگیم تختو شو بگیم خوب ترای زنگ میزنه روزش زیاده 10-15 است اکام خیلیش کنیم برادر عزیز همیرا ما او دفعه هم گپ زده بودیم حاضرم با گپ میزنیم که حرکت یکنی کی مقصد بهوجت نگرده یک دیگه که همبورا توزه کردن نمیشه و همه خوب شرایط باشه پاسپورت ناو که دلی پد قطعی برا بیو این تختاقه که کمک شد روشن گپ زن یعنی که خودشون داخلی جان پاسپورتشون رفتن میره نرفته از رجون نمی پشتی کزن وگزار میره من دارم پشتی دوم بزنم میورم میتاش میگه که درست پاسپورت در راه بود یگان زوت یادم ما دام 10 سال کاری از رجون یگان زوت یادم هولی نیست که پاسپورت یک سبره داکش درست کنه غیر پیچت بزن یکم خاوری اون پاسپورت برام میکنن بعد این سوی پاسپورت این خیلی نبود و نیست یعنی کی سودا نشوند بله سودا فعلی نکنه خودتون اورجینال بشینه در لبای ماشین شرکت‌های ما مخلوطونه مرحمت شرکت‌های برادرها با هستن مثال مرحمت برید بیه حجت و درست کنید حضرت تو که خودتون افرای میکنید میگه اگه من خیر نمیخیر شید کردم در کدوم نمره بسیار نمیخیر چی شید شکایت شید همین واتساپ خودم 909 960 28 اینا دیگه می کلینت خودم 95% از زیاد میدونم فهمو فقط خودم مراجعت شد بله نه هم خودم مراجعت کردم که خیلی گفتم خیر برادر عزیز اخی که مسئله پیچیده او دفعه گپ زدیم دفعه با خدا قسم حضرت مور انو خود همون داخل گرانسو میدونیم میپرسم موخی که چی گپای چه خلای چی وای خمیسول میدونیم خیلی میگیم ما کارمون اوخی چیکار کنیم انا که من میگم ای همین نواری که کردیم ای خودت یک شکایتی وزنی شد بله گوش کردی حضرت همون انسانی که مرا مثال گپ گفت که اکا همون نمره همون برادر بوده من خودم لیچنا نمره شما را کرده بودم زنگ زد گفت که مرا دیپورت کردن بله 100% سببش در چی بود سببش در این بود از رجون که و یا 4 کس نه دتاش در ماشین خودم بود دتاش در ماشینی کلانم ماشینی پیشنگیده رفتیم غربی سرحد گفتم برادر عزیز والله قسم گفتم شو بچه دور رفت در این نمی بزرگ یوجی وروتا پشتی خونه خودم گفتم که اکا بیا همینجا ساعت نی پگایا ما استاگیا بیا کم تردام میگیره سوابود نشا راه میریم گفتن که حضرت هیچ کی مورا دیر میشه گفتم حضرت نمیگیرن اخی من میشه که نمیگیرن سروسیمگی او گو هیچ گفتم تمام چوب پای خوردیم های کردیم من خیر رفتیم که تو پادریات یا مرا تو خانه پادریات 6 ماشین مان کرد ایمد ماشین بود ای خدمت شوگر مان کردن در ماشین ما دو تا بالنوی در ماشین وای همین خالتی موش که تمام چیزا سوما پلگات که نگیری گفت نمیشه
گفتم خیلی تمام یک خدمت گفتم خیلی ماشین سرت اوخی گفت 4 تا بدک خودت بگی عدل براو این ماشین کلام براو 7 آدم دکمیدار کردیم رفت ما رفتم عدل در اونجا چی التماسی بود حضرت کردیم گفتن که امکان نداره اینو گفت وجه پرسروش نشیدگیان گفت موقعی یعنی جنیداو نبود پارو دین یاتش همون روز دکمیش بوچیده بود او آدمی که خط زنگ زده بود او برادر دکمین داشته چکش ارش بود پاتنش یعنی بوچیده بود رجیسترش سرک داشت و یا قطعی پاساژیر 4 آدم گفتن که تمام یا همینجا میستان штраф میدیم سود رشد میدیم ما قچو ایستادم یارو درست بود ما او رو نپرتافتم بیام یارو درست ایستادم با الحمدلله دچکشو کردیم حضرت پروداکت گفتگی بر این گفت که اکرم خیلی گیفتن یگون سم ندادین این نتیجه گشنه خویم ما خط زنگ زده بود گفتم کی بله با خدا حضرت پیش از زنگ خدمت رویش کردم پلم رویش کردم با خود زنگ نزده والله یا شاگرد هم میسیم اونجا گفتمش که میرای هم خیلی چیزایی که در روزنامه در کار صابون سرچاق و ها کذا پروداکت از اون جمله میبری زاترید منی کی بچو گشتن نمون انا جون دیدی که ما در اون نوروم در هم بیشتر نوروم میگم که همین برنامه‌ای که کردیم این توصیه نیست ما توصیه نمیتیم بله بهترین کار من حضرت برای چی برای که انا این درس یک برنامه تربیوی است بله یعنی که کمبودی ها را میگیم که برادرها و اپا و خواهرها ای کمبودی هاشون اصلاح بکنن بله در مسئله بودن این دیدی که مثلا او دفعه ما زیر کامنتار همش یک به یک خواندم باور میکنی 99% کو خوش به حالت کو گفتگی که عباس گپ نیست تشکر ما رفتیم ایرها لیکن نگاه که اومده اوجه چند قشید یک نیم مشت قریبا برنامه بله اومده به هر صورت کو اوجه میشوه بله پاتر میشه جلب میشه به جلب نمیشه بله انا با هم خودی ما توصیه نمیتیم بیا برنامه میکنیم کامپیوتر گپ میزنیم همین اگر انسان گفتنی باشین بدروین اون زیر کامپیوتر ده همش میونه بله انا یک سوال دیگه اینجا به میون میاد که شما وقتی که کامنتر رو خوندین در همون کامنتر رو یگون تا غیب دیدین یکی مثال گپ یگون کس شما را بدبینی کرده باشه دیدین همین بله حضرت دو تا والله علم خوندم والله اتویت شد دادم گفتم برادر عزیز وقتت باشه اینا واتساپ تلگرام زنگ بزن صحبت میکنیم نجه وخری باشه لبوی توچکا بیو سری اپلچو گپ میزنیم والله اتویت نداد اگر ما تیاریم الحمدلله یگون مایده جوی چی نیست همین کمودی ما را گپ زنه کی تا کنم خیلی بله کمودی را از زیر کامنتر گفتن که به خوبه بله بهترین ما اصلاح میشه بله برای ما دوی میگم که بچا کسی که فکر و عقیداتونه کمودی را از زیر کامنتر بنویسید 100% بخاطر که ما ای کامنتر خودمون آدم روی آدم شیرین است بله در روی آدم گپ زدن نمیتونه یعنی بعضی انسان هایی که مثلا گپ فکر و عقیدهشون جزیره غیرت جرأت نمیکنه که در روی آدم گپ زنه لیکن از زیر کامنتر گپ میزنه ما ای همون خوب نویسندگیشم تو گپ زدم که خوب نویسندگیش در رحمتنامه نمیتیم تشکر زیاد حضرت برای همش ان شاء الله که رحمتگویی دائما میکنیم ما даже 95% شا نوشتیم که برادر من چقدر خرسندم که شما احترام منه که مثلا این قصالای درست که ما اکا فلان سال قطید رفتم ما فلان سال رفتم همش ان شاء الله که همش بیشترش گفته که عباس برادرمون خوش چقچقه بله ما مردم نمیدونیم تو از این شهر درست حضرت خوش به حالتون اون نفرها بعضیو جرأت نمیکنن که در روی انسان گپ زنن کامنتیو را که شما مینویسین ما اگر بدم نویسیم مینداریم تشکر شما بد مینویسیم ما مینداریم با چی خاطر به خاطر که ما کامنتیومون اصلاح میکنیم بله. لیکن احترامونه خواهش میکنم از تک تک از یک شما بله هر چیزی که گپ میزنین در شخصیت انسان گپ زنین بله. یعنی که در اویله اون نرسین مثال برای همه ما و شما پدر عزیز است مادر عزیز است فرزند عزیز است یعنی که زن عزیز است هر چیزی که گپ میزنی مردانوار اگر که گپ زدی یا که نامردانوار در زیر کامنتر فقط خودش گپ زد نه پدرش برست اگر منم گپ زدی یا لوبوی کسا تمام نفرها را که تو گپ زدی فقط از شخصیت خودش گپ زد به همین خاطر عباس جون سلامت باشی بار دیگه خوش اومدی تشکر خوشبخت باشی هر خدمت مردم نباشی که کوشش بکن که انا که نگفتی همون 4 نفر که چی عیبشون بود که چی توصیه میتی که مثال گپ همیشه نشود آینده ده بله بهترین سوال حضرت توصیه همین که برادرای خودم بسیارش به اهمیت است پاتن میگیره ای سخرا پاتن پلوچت منه همه شما در نظر ندارم یا خیلیش نمیدونه که همین پاتن چه خیلی میسپوری همونجا چه که میسپوره میبرویا مثلا پاتنش 15 چیزا تیار شده است وای مثال روز 17 میره پاتن میگیره سر کوتاه میگیره پاتن میگیره اونجا میسپوره پلاکو میگیره میا ماهی که همون 17 میسپوره الله که باید وای 15 پاتنش تیار شده است باید وای داج 13 بسپوره درست پیش بله این نمیره برادرای عزیز احترامانه خواهش ما که همین اهمیت پشت پاتن ویدا چای همورا دو روز پیش هر ماه سپوریدم کی و یکی در صخره میسپوری و حساب نکرد بعد بسیارش حضرت پاتن رو پلوچت مینن من به خدا به حد بسیار میبرم هر اسپشی است باید پاتن وقتی گرفت حضرت جون
45-50 روز ده یعنی که چک اسپوری چک دیم اومده باید این حتما او دولت کنه دا فیرمو هستن مثلا برادر ما هستن میکنن که الحمدلله زرانی آگاه کنن که اگه بوس میسو خیلی ما فاتینا پلوچات کیم 40 روز 45 روز است ما میگیم چی وجاتوش پارتوا ان شاء الله که هستن با هم تا کمپانی بقوت کی میگیرن فیرما خیلی پی اون کس نه فیرما او دولت میکنه ما زیاده و جایز دست تورداویش او تورداوی داگورش میکنن چوتکا چنی یا هفته دارو تیار میشه میام میگیرش میره خیلی دلی پرقتی انا همون نفرهایی که بازم میگردیم همون نفرهایی که دیپورتشون کردن اون نفرها از این گفته میشه که از سراسیمگی خودشون بله 100% یعنی که میخوایی که بگویی که وای باید سراسیمه نشون هر چیزی که شما گپ میزنید شما را گوش بکنن بله چی خاطر گوش بکنن گپ زنودی تاریخی آخه از رجون همون قریبی گرانیسه همه هم پاساژیر 99% که میدونن که قریبی گرانیسه چی گپای همون وقتی 80 90 کیلومتر میره کمی گشت میمونه ایستادگی نه که تمام مثال مخون ایستادگی همون را ما کمتر اگر روزانه اونجا پاپال شیم جدت میدیم که شب ساعت 8 9 شب اوست که شب باید مثلا الله بالا کنیم که تنگ باشه بعد میگذاریم میره اینم تا گپای همین پاساژیر سراسیمه بودن گفتن که نه هایی که ما کار دادر میکنیم رفتن هم سراسیمگی خودشون قبول بله دتاش سراسیمه از جان راست گپ دتاش او آدم خدت نه دتاش د ماشین خدت بودن گفتم اکب یا اینا ماشین دیگه از گرب گیرم جلالا شیم خوشم شاو میریم مخدیره چپانه شو گو از من 12 روز میبرد دستات چیکار منم گازل همینو مرا دیر میشه های که بریم رفتیم خودش دید داج با عدل رفتیم گفتم برادر دیدی که نه واپس همین خدت با تو گفتم سر شیمه کلون صبح والله عالم یگون 45 سال گفتم که تا اگه سخن میگه که برادرو ما کلون شما بیا همین 4 کس خوشه مثال صبح داشتم بریم تو خدت گفت که های که بریم رفتیم خیم خیش داروش گفتی داروش ما قریب است کام جبدیم قد شناختی بله برادرو اپا و خواهرو پیش از همه خیر دعا میکنیم که همه تنج آرام و آسوده باشه آمین و آینده هم خوب شود ما هم وقت طرفدار صلح بگیم بله شما برادرم میگه که اگر راه دکی میبروین سراسیمه نکنین ما را بله خاطر که اینا میرن همه روزه همه وقت میرن بله. میدونن همونجا چی گپای مثلا رفته است پیش از راه برومدن الکای اینا میدونن قطعی دیگر صحبت میکنن مثلا بله. همکاراش قطعی که بله. در راه چی گپ رفته است هر چیزی که میشه سراسیمگی را پیش نگیری بله. سراسیمگی بازم میگیم که کار شیطانه اینا یک نفره که سراسیمه شید که رفت 3 نفر دیگه ایرو او رفت بله 100% به همین خاطر احترامونه خواهش میکنم هر کار دا یا ایجا نه تمامی کارو بر دنیا دکو آدم باید سراسیمه نشود جزاک الله خیر بله حق آرام آسوده بروا تیمور در راه یخ از جان راه یخ بگو عزیز میستونه کو میستونه است که سراسیمه بله همون 10 ساعت 5 ساعتی که دیرتر میری یکی خوب میره ان شاء الله خیر دامین خداحافظی میکنیم بابا جون بار دیگه خوش اومدی سلامت باشید جزاک الله خیر ان شاء الله هر چیزی که نمیفهمین بود از زیر کامنتر نویسین اگر همین کامنترهای شما جمع شود اگه چی نفهموی شود در اولاد ما میتونیم که با همون کامنترها یک برنامه دیگه کنیم بله انا شما احترامونه خواهش میکنیم که فکر و عقیده‌تون رو نویسین برای دستگیریتون باز هم میگم تشکر تنسیت و خانه آباد باشین هیچ جاتون در نکنه عباس جون سربلند باشین جزاک الله خیر ناظر زنده باشین